میدونی حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که نسل ما نسلیه که حوصله هیچی رو نره، همه چی رو میخوایم ول کنیم، اصلا حال هیچی رو نریم. اینکه یه مسیری رو بگیریم و ادامه بدیم و تهش نتیجهش شده چی؟ نتیجهش شده نسلی که افسرده است، کیری کاره، حال نره و اصلا هیچ کاری نمیکنه، یا میره سراغ مواد مخدر یا میره سراغ کسشر، وقت تلف کردن، هیچ گویی هم نمیشه. چند نفر از هم سن و سالاتو میشناسی که درس رو ول کرده، کار رو ول میکرده؟ ما همش داریم ول میکنیم، درس رو ول میکنیم، رابطه رو ول میکنیم، کار رو ول میکنیم. چند نفر از دور و بریاتو میشناسی که الان تو نسل ما خوشحاله یا این که داره یه کاریو مثل آدم پیش میبره؟ ها؟ هیچ. چی شد که اینجوری شد؟ چی شد که وضعیت ما اینجوری شد که هیچ خیالش خوب نیست؟ ها؟ فکر کردی بهش که چرا نسل ما اینجوری شد و همه چی به گاه رفت؟ واقعا تعداد کمی رو میتونی بشناسی که الان داره با انگیزه یه چیزی رو ادامه میده یا اینکه از وضعیتش حداقل راضیه. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که نسل قبلی بهتر رو ندیده بود، اما ما واسه هر چی بهترش رو دیدیم. فضای مجازی، رابطه‌های خوب رو دیدیم، ماشینای خوب رو دیدیم، زندگی‌های خوب رو دیدیم و توقعمون دیگه انقدر بالا رفته که این زندگی تخمی خودمون اصلا بهمون حال نمیده. تو با یکی تو رابطه ای، تو مجازی بهترشو دیدی. تو یه خانواده داری، تو مجازی بهترشو دیدی. تو یه زندگی داری کلن که تو مجازی بهترشو دیدی. سطح توقعت رفته بالا و اصلا با این چیزا حال نمی‌کنی، در صورتی که هر چی دیدی دروغ بود. دروغه. همه چیزایی که میبینی 90% دروغه. کی میاد جلو دوربین صاف زل بزنه رو به دوربین بگه من حالم کیریه، زندگیم تخمیه، هیچی نرم؟ نه، همه میان بهترین لحظاتشون رو میان به اشتراک میذارن. یارو هر شب شام میخوره، ولی اون شبی که بهترین شامشو میخوره استوری میذاره. یارو 1000 تا داستان داره با پارتنرش، اما لحظه ای رو میذاره که بهترین لحظه رابطه‌شونه. و تو داری اینا رو با خودت مقایسه میکنی، با کل زندگیت داری مقایسه میکنی. نتیجهش شده همین که هیچی از زندگی که داره راضی نی. همه حس میکنیم عقب موندیم، همه حس میکنیم داریم مسیرمون رو اشتباه میریم، همه حس میکنیم که نشده، نتونستیم. بقیه موفقن، ما هیچ. باور کن همونی هم که داره همون محتوا و استوری رو میذاره، همون هم داره همین احساس رو میکنه، منتها خودش رو با 4 تای دیگه مقایسه میکنه. اونم حس میکنه من دارم فیک میکنم کارو. انقدر بهترین لحظات زندگی بقیه رو دیدیم که حس میکنیم الان دیگه دیر شده. انقدر مغزمون به گاه رفته سر اطلاعاتی که هر روز به خورد مغزمون میگه، انقدر مغزمون به گاه رفته سر این که انقدر دیتا داره میره تو مغزمون از لحظات خوب بقیه. این توهم به ما میده که ما عقب افتادیم، واسه همین عجله میکنیم. این حسی که تو عقبی وقتی به دست میده باعث میشه که تو نتونی یه مسیری رو مدام طی کنی. نتیجهش چی میشه که هر کاریو که میکنی سر 2 روز میبینی نتیجه نمیده، میذاریش کنار. این شده داستان ما. نیومدم اینجا نتیجه گیری خاصی بکنم، فقط میخواستم بگم که هر مسیری که طی شده، هر موفقیتی که میبینی
یه دهنی ازش گاییده شده یا حاصل پول باباست. پس تو یا با پول بابات میتونی فلکس کنی یا اینکه باید دهنت گاییده شه مسیر تو بری. منی که ویدیو میذارم با خارم گاییده شه تلاش کنم تا 4 تا ویو اضافه شه به ویورم، نه اینکه یه ویدیو بذارم ببینم نگرفت، نه پس فیلانی میلیونیه، یا سر اینه که دهنش گاییده شده یا سر این که سر یه موقعیت تایمی شروع کرده که واقعا موقعیت خوبی داشته و تونسته شانسشو گرفته که بازدید بالایی بگیره. به شانس بستگی داره، ولی تو باید مسیرتو طی کنی، سعی کنی خودتو بندازی تو مسیرایی که شانس بیشتری ممکنه بیفته تو دام تو. ولی خب همه اینا انگیزه میخواد، میدونی؟ مشکل ما انگیزه نداشتنه. مشکل ما اینه که حالشو نداریم، خسته ایم. فکر کن بهش. تو میتونی یه آدم ناراحت باشی، یه آدم ناراحتی که لش کرده. میتونی هم یه آدم ناراحتی باشی که داره با که دهنش گاییده میشه باز کارشو انجام میده. ولی تفاوتش تو اینه که آخر کار نتیجه فرق داره. رادیف ادیتور به شما سلام میکنه. هر حال بدی میگذره اگه صبر کنی و تلاش کنی واسه بهبودیش، میگذره. نکنه قرار بوده باشه که توی آینده یه سری شانسا بهت بخوره و تو همین الان پا پس بکشی. وایسا، بالاخره یه جا تقی به توقی میخوره، یه دری باز میشه که اونو بکاپی. چاکس.